آقا ما امروز اومدیم ویدیو یوتیوب بگیریم، بعد یه مدت اومدیم ببینید پیش کی. الان معرفی میکنم بهتون. سلام خیلی ولی سلام. من دستش لیست دادم، اونم دست من لیست دادم. بعد اینکه نوشتشون دادم چطوری؟ شوسکولیا بچه‌ها ما امروز سیگار دستمونه. ویدیو چیه؟ اینو بهش نشون دادم، فقط به من خیانت کردی. بعد دستایمو گرفتیم لیست دادیم. یا باور نکنید. تکذیب میکنم. اشکان خطیبی. آقا امروز برنامه چیه؟ برنامه جارتاک میخواد بید. بچه این جارتاکه، همونی که توش حرف میندازن تو جعبه نیست، چی میگن؟ مربا. ظرف دیگه، ظرف مربا. آفرین. بعد حرفاشونو میاد میخونم. اونم شوسکه. چرا شای ویدیوهاش نیست؟ میشه دیده توش. تکنولوژیا. آقا میخوایم بریم الان سر ویدیو جارتاک، ویدیوشو بگیره. اونجا یه سری صحنه با هم دیگه میگیریم. کجا بریم ویدیو بگیریم؟ بچه‌ها جان انگار لایو مثلا. بگو. کجا بریم ویدیو بگیریم؟ بچه‌ها تکنولوژی فروش. همین الان کامنت کنید که کجا ویدیوشو بگیریم. شما همیشه اینجوری؟ من اکثر مواقع شبا که بیدار میشم پس چرا از این ویدیوها درست صبح زود بیدار نمیشم؟ هوا چقدر بده. خیلی هوا بده حاجی. اصلا عوض کردیم ها. هوا افتضاحه. یه آهنگیم. آره. بخونیم؟ یه دهم برامون بخون. تو نرو خیلی زوده، تو نرو لطفاً. یه بستنا Happy and free I know that you love me. به You don't need to remind me. به بچه این ولاگ کاملا بی‌طرفانه است. بنازم بعد از اینکه ویدیو تو گرفتیم با جفتتون، با همتون. من که از شهرستان اومدم، اینا همه میدونن. همه جای خفنشو نرفتم. اینم از گنبد اومدی؟ از گنبد اومدم. منو مثلا ببرید یه جایی که بستنیاش خیلی خفن. چطوره؟ ژلاتا هاوس رفتی؟ ژلاتا هاوس نرفتم. خب پس میریم. ببین 3-4 تا جا بستنی خفن میشناسم. کدومو ببرم؟ هر کدوم که فکر می‌کنی عالیه. یه جای با کلاس باحال ولاگ. بریم. مهمون توییم؟ آره مهمون منید آقا. مهمون منید. سگ خود. بابا تو دیدی؟ بابات خیلی ادایی ها. بله پدر خیلی از اداییای خوب این شهر. خواهش می‌کنم. دیدیم. بله بابات بهت افتخار میکنه. فیکس داشیف. چیکار می‌خوای بکنی؟ بیتش آریان میزنه. می‌خوای چیکار کنی از اول؟ شعر براتون بخونم. بریم 3 2 1. او پارتیژانو پورتامی ویا او بلا. حالا همه با هم اکوستول فیوره جان پارتیژانو. چی گفتی؟ قطعش کن. اعتراض زنگ زدم بهم. قطعش کن. گفتنمون پارتیژانو پورتامی ویا. پارتی جاوی آلونسو. خیلی قشنگ گفتی ها. سوتولومرا دیون بل فیور. مخاطبمون دوربین اومده رود. خنده دار شدی؟ چند دادم سفیده؟ بچه این همونیه که ویدیو جدی میذاره. دیدی اینایی که ببین آدمایی که جدی بودن از جدیت میاد. اوه حاجی خیلی بی‌مزه حالا که دارم فکر می‌کنم. آره واقعا. منو کات کن حاجی. یه چیز سیاسی میگم چنلتو ببندن ها. نه دیگه میخوای بگی تو یه چیز سیاسی میگم. من میگم اینا ببین همه اینا دیکته شده است. یعنی من هر چی دارم میگن قبلش یه متن توپل به من دادن، گفتن اینا رو باید بگی. وصله آدم خوبه عوض شه. عوضی نشه. زهرمار دیگه. برو داش خوبی؟ یا علی مدد. رانندگی بلد نیستی؟ علی مددی. میخوام سبقت بگیرم ازش. بگیر. گرفتم حاجی. بناز. چون لیست چطور بود؟ یامی بود. یامی بود. بالاخره بچه‌ها مثلا که یه جا رو پیدا کردن. کجاییم؟ میلاد نور. الان میخوای ویدیو چی بگیری؟ پلاتی مربودین. خب آقا نظر راجع به محتوای جارتاک چیه؟ خیلی قشنگه. دوست داری؟ خیلی دوست داشتنی. تا ته می‌بینی؟ تا ته نمیبینه. من دیدم که نمیبینه. میدونم. من دونیم. واه تو بچه اینجا رو سلفی هم داره. بچه یکی از دوستان اومده میگه که خیلی ما رو دوست نداره. خیلی ما رو دوست نداره مثل اینکه. درسته؟ خیلی دوست دارم. بعد ویدیو یوتیوبمون باش لایک کامنت. کدوم ویدیو؟ چشم جارتاک مصاحبه عشق عوضی.
سری تبلیغات کن. داداش فوش میدادی اینو نمیگفتی. تبلیغات کردی دیگه. چهار سوال میپرسه بعد جوابشو توی برگه بنویسی بهشون بدی. توی برگه چش. بیا با همون بیا. برید تو با من بیا. باشه. در غمم، در اندوه. چرا؟ بچه رو بخورم؟ درشون بیار عادی کلوفتش کردم. چیکار کردی؟ اینو کلوفت کردم. کلوفت نویسی به. یه دوست داشتیم دبستان. کلوفت دوست داشتی دبستان؟ نه دبستان دوست داشتیم داشت رو کتاب رو خونه میکرد. گفت کتاب کلفت. دستشویی داشتم 92. خب گفت بعد خیلی زیاد بود. گفت حداقل میری حیفش نکن مجسمه پوریا رو بساز. گفتم به دماغش برسه. خوش نگیری اینو. بد زد بیبی من بگیر. بچه یه انسان خوش تیپ دیدیم به من نگو فوق‌العاده است. از این آقا بگیریم. اوه خدای جذابیت بین الملل. خیلی بلنده. ناعادلانه بلند. کجا رو دیگه داریم؟ خب بچه‌ها بریم دیگه. ما ویدیو رو جمع کردیم بریم با هم دیگه. می‌خوایم بریم یه جایی که به ما بستنی بدن. بریم به شهر اکرم که بچه‌ها خیلی خوشگل نیستم. صاف میکنن آسفالتاشو. آقا کجا بردیم ما رو؟ وجلاتو هاوس بده. وجلاتای هاوس. بچه آنفالوش کنید. آقا چشام داره میسوزه انقدر هوا آلوده است. هوا خوبه نگاه کنید بچه‌ها. بچرخه. به نظر من که هوا خیلی هم آلوده نیست. اما در حد من آلوده چشات شدم. زهرمار دید. من که فهمیدم خواستی 17 تو ولاگ نشون بدی. اصلا 17 نیست 16 بچه. اوه دیدی سری دستشو کرد تو موهاش. بچه شما رو داد دست من دیگه نگران هیچی نباشید همه چی با منه. چقدر قشنگ دارم فیلم برداری میکنم. وادی چطوری نگاه کن من وادی این آقا بریم آقا ما رو آوردن. ما که از شهرستان اومدیم بیا اینجا کجاست؟ اینجا ولنجوکه جلاتو هاوس ولنجوک. آفرین ولنجوک فهمیدید آخر. به به بچه‌ها اینا درای یا علامت میگم اتومات این خودش در باز میشه. اینجا درا سنسور دارم میاد. بیا ببخشید. نه حواسم واه حاجی وحشت کردم. بیا یه چیز بده اینجا داشته باش. چقدر لاکچری. واید نه منو بگیر. خیلی ندیدم واید شدنشو ولی باشه. که اولین بار اومدی اینجا آیتم من شما این که میگه اولین بار اومدی اینجا نه هر بار اینجا باید سفارش بچه‌ها مالکیه کارت میکشه. مادر خرد رمزو بگیر رمزشو بگیر لیموزین مثلا من موزم داشت موز. من سال 68 اومدم اینجا با موتورم خیلی باحال کردم. موتورم گذاشتن اینجا. بچه بریم سفارش آماده بشه ببینیم چی میشه. انشالله. چیه؟ خب بچه ما اومدیم اینجا میدونی شعار اینجا چیه؟ بگیر کارو. حالا منو بگیر. Eat the clouds. یعنی دلغکا رو بخور. این کلاونزه حاجی. بگم بیاد اینو بخوره. آروم در گوشش آروم. بیا اینجا. یه چیز بدی گفتم. میتونم گفتیم بهشون چی می‌خوایم. ادیتور اینا رو درو. نه ادیتور همه رو بذار. تاکسی رو میگم برادریم. راننده تاکسی رو میگم اینا برادر همه. میدونی دخترای پیک می کجا میان؟ کجا میان؟ میان اینجا که پیکاپشون کنن. این خوبه. این خوبه؟ بعدش این اتفاقا دست درد اینا همش برانش بیشتر. من و آریان قراره با هم بودیم. هرشیام که رژیمه. قراره بهم بده. قراره بهم بستنی هم بده. اینو بگی. چون رژیم بوده قراره یکی دو تا باشه. بیار پایین. کاش میپرسیدیم کی ریخته روش. ببین خیلی نوتلا یه آدم سیاه‌پوست. داداش چیز خوردی؟ چیز آقا چیز. از دهنش در آورد گفت چرس. دیدی؟ بمبه. توف کرد خورد. این توف کرد یه دیگه خورد. توف کرد. بچه ادیتور. ادیتور عشقی.
هادی ایتور اسمش ایتور یاسینه. یاسین بگی یاسین خیلی دوست داریم. خود خالی شو. امروز اومدیم بچه‌ها ما رو آوردن ژلاتو هاوس. کجا بود اینجا؟ ولنجک. من که از شهرستان مثلا اومدم واقعا هم خیلی تهران رو نگشت. گفتیم آقا عزیمت قراره که بریم جای بال تهران رو ببینیم. آریا ما رو آورد. ماشینت چیه؟ نگه. خیلی پول دارن. نه دروغ میگه. ما رو عزیمت فقط آریان میاره اینور اونور کلا. ولی پولش هادی میده. آقا ساب و لایک و کامنت و اینا یادتون نره. ویدیوی دومه دیگه. ویدیوی دومه اگه کمی کم و کاستی چیزی ببین همیشه میگه آپشن بدیم که انتخاب کنه. آپشن بدیم. 3 تا جا بگیم کجا بریم. 3 تا جا بگو. گرونتر سه تا. نه بعد نگو بچه‌ها خودتون قصاب بگو که خودتون مموی فلافل بزنید.